درود بر شما. به نام ایزد بخشنده بخشایشگر. درود بر همه دوستان در داخل کشور و خارج از کشور. سعادتی شد که مجدد خدمت شما برسم و عرایضی داشته باشم، بتونم خداوند به من فرصتی بده تا بتونم زکات علممو به شما تک تک دوستان در داخل و خارج از کشور تقدیم کنم. اگر یه مقدار تأخیر کرده 2 دقیقه به خاطر اینترنت هست. خب دعا کنید که اینترنتمون قطع نشه، این VPN مقاومت کنه، قطع نشه که من بتونم خدمتی به شما داشته باشم. اگر اجازه بدید من این کامنت ها رو قطع کنم که خیلی راحت بتونیم با هم صحبت کنیم و من حواسم پرت نشه. خب ای وای. خب تا دوستان بیان من این سعی کنم این کار انجام بدم که ببینم انشالله کجا میتونم این کار انجام بدم. نداره. خب نتونستم. حالا علای حال من به اونها دقت نمی کنم که ببینم چی هست. خب ما قرارمون بر این بود که چندین مورد با هم صحبت کردیم که بتونیم این کار انجام بدیم. اول در یک توصیه پزشکی خیلی خوبی که دارم خدمت شما این است که خب گویا این حالا درست نمیدونم دیگه، حالا علایات ترناف شد یا نه، به احتمال زیاد شد که بتونی. بله خب دوستان الان قبل از اینکه وارد خب دوستان ببینید، متاسفانه VPN قطع میشه و مشکلات عدیده برای همه ماها درست کرده این وضعیت اینترنت که بابا این مشکلات برای مردم درست نکنید. مردم اینقدر مشکلات اقتصادی و مشکلات عدیده دارن که اینترنت هم روش اومده و الان خب ببینید یه از دوستان که تشریف آورده بودن ناراحت شدن و به خاطر که این اینترنت قطع شد تشریف بردن. حالا علای حال ما تا اونجا که فرصتی بشه مصدق اوقاتتون شدم و انشالله امیدوارم که بتونید همتون بهره ببرید. من پیشنهاد میکنم که یک کاغذ و قلم در خدمتتون باشه، آماده داشته باشید، مواردی که من عرض میکنم به عنوان یادگاری داشته باشید و برای خودتون، دوستانتون، بالاخص دوستان ما که در خارج از کشور هستن و غریب هستن و دستشون به جایی نمیرسه، بتونید شما اینها رو کمکشون بکنید. خب ما داشتیم راجع به این بحثی که اخیراً پیش اومده، مشکلی که برای خانواده ها، اکثر خانواده ها پیش اومده برای بچه هاشون، چه دختر چه پسر که در مدرسه مسموم شدن و اینها را سریع و منتقل به بیمارستان نکنید، نترسید. خیلی
بر خودتون متکی باشید، به هیچ عنوان عطی نکنید. فقط اگر شنیدید که اتفاقی افتاده در مدرسه و بهتون خبر دادن تشریف میبرید، سریع توی شیشه کوچیک هم سرکه سیب درختی بریزید، سرکه رو ببرید تا به بچه سریعا بدید قرقره کنه، نخوره، فقط به اندازه یه جرعه قرقره کنه بریزه بیرون، قرقره کنه بریزه بیرون. بچه رو بردارید بیارید خونه. به هیچ عنوان سعی کنید این بچه ها رو به بیمارستان نبرید و بعدش مشکلات عدیده‌ای براشون پیش اومده و میاد که الان میبینیم اخیراً بچه‌ای که رفتن بعدش چه مشکلات عدیده‌ای براشون پیش اومده. هیچی مثل این سرکه سیب درختی نیست و شون اونا بچه رو که میبرید منزل سعی کنید هر 1 ساعت 1 بار این قرقره کنه بریزه بیرون به مدت روز اول. از روز دوم بشه هر 2 ساعت 1 بار و بعدش بشه بعد از روز سوم هر 3 ساعت تا 5 روز مرتب این سرکه سیب رو قرقره کنه. به طور کلی مشکلات عدیده‌ای که این سموم براش به دست آورده بری بچه برطرف میشه و دیگه اثرات نمیذاره و به هیچ عنوان دیگه عوارضی براشون نخواهد داشت. اینم به عنوان یاد بود از من داشته باشید و سریعا این کار انجام بدید. خب بحثی که ما قرار بود که داشته باشیم اول راجع به آب هست که این در سنت ما و چیزی که باب شده و سنت ما رو خراب کردن و متاسفانه در حدود هفته قبل یکی از دوستان برای من یک برنامه فرستاد که یکی از این آقایونی که در طب سنتی دارن در ایران فعالیت میکنن و گویا جایی هم که سر صدای زیادی کردن اینها، ایشون بحثی راجع به این که کرده بود که وسط غذا آب نخورید، بعد از غذا آب نخورید. این اشتباه عزیز من، اشتباهه. حتما سعی کنید وسط غذا آب بخورید و چطور بخورید این خیلی مهمه. نحوه استفاده آب در داخل غذا این مهمه، چطور استفاده کنید که بتونید بهره ببرید. جرعه خیلی کم به اندازه 1 قاشق یا 2 قاشق غذاخوری میخورید و وقتی هم لقمه تو دهنتون هست سعی کنید اگر میخواید غذا بخورید، به عنوان مثال میخواید 20 لقمه غذا بخوری، 10 لقمه بخور بری بجه. حداقل نزدیک 40 ثانیه غذا در داخل دهن جویده بشه. دقت کنید دوستان. و در حالی که داری میجوی اگر یه جور آب روش بخوری اینو رقیق تر میکنه و بهتر میتونه در بدن شما، در داخل معده شما هضم شه. میدونید غذا وقتی داخل معده میشه، خب این سیرکوله میشه، دائم بالا پایین میشه تا بتونه اینو هضمش کنه، لش کنه. حالت مخلوط کن داره برای شما. در داخل معده باید این تو باشه. اتفاقا چندین من در لایو قبلی اشاره راجع به همین مسئله کردم که اکثر دوستان تقاضا کردن که این مسئله راجع به آب خوردن بین غذا، در هنگام خوردن غذا آب اگر بخورید مشکلی ایجاد نمیکنه که نه مشکل کبد، مشکل نمیدونم کلیه، هیچ گونه مشکلی برای شماها نخواهد داشت. اینو به عنوان یادگاری از من داشته باشید. و اتفاقا چند تا از خانم ها و آقایونی که قبلا مشکل معده داشتند و به قول خودش میگفت 7 سال من گرفتار این معده، به تمام پزشکان مراجعه کردم، انواع اقسام آزمایش های کردم، سونوگرافی کردن و متوجه نشده بودن. ولی از اون وقت که شما به من گفتی که ما وسط غذا آب جرعه بخوریم، من مشکلات معدم برطرف شده. خب این به طور ما بهش میگیم تست بالینی، این انجام شد. خب من قبلا هم گفتم ما در غذاهای ما، در سنت ما نفوذ کردن، خب و اومدن یک کارهای اشتباهی به ما گفتن. شما هیچ مشکلی نخواهید داشت
اتفاقا بهترین دارو برای درمان معده شما خواهد بود که وسط غذا جرعه آب بخورید. بعد از غذا ایرادی نداره، چای میخوای بخوری، چای یه دفعه استکان نکش بالا، جرعه استفاده کنین، کمک میکنه به هضم غذا. عملا اگر میخوای چی کنی هیچ ایرادی نداره، یه مقدار غذا رو بریز، غذای سفت رو تو مخلوط کن، روشن کن. اگر هر چیز سفت باشه دنده های مخلوط کن میشکنه، ولی وقتی توش آب میریزی رقیق ترش میکنی سرعت بیشتری میره و سرعت بیشتری و زودتر له میشه. اونو از رو بدن انسان درست کردن دیگه. خب معده هم کار مخلوط کنه میکنه، غذا رو هضم میکنه، سیرکوله میکنه، دائم به هم میزنه تا اینو له کنه و بتونه از جدار معده جذب بشه. خب پس ببینید عملا هیچ گونه، من به شما قول میدم هیچ گونه مسئله‌ای چی نداره. و میدونید آب یکی از نکات خیلی خیلی مهمه برای بدن. ما علاوه در بدن انسان در آناتومی وقتی شما میبینی ما 2 تا رگ، سیاه رگ و سرخ رگ داریم. یه رگ بزرگی هم در بدن داریم به نام رگ آبی، نه که رنگش آبیه، رگی است که آب در داخل اون جمع میشه و این چیکار میکنه؟ غدد لنفاوی، محل تغذیه غدد لنفاوی بدنه. غدد لنفاوی بدن غذاش فقط آبه، آبی که از اون رگ آبی بهش تغذیه میشه. خب پس دقت بکنید که رعایت کنید. هر انسان آقایون در 24 ساعت حداقل 2500 سی سی یعنی حدوداً 2 لیتر و نیم آب بدن نیاز داره. خانم ها 2 لیتر یا 2 لیتر و 100 سی 2100 سی سی یا 2 لیتر و 100 گرم نیاز داره. پس خب ببینید ما غذا که میخوریم، تو غذا که میخوریم حداقل 50% این در غذاست. پس 50% باید تأمین بشه، حدی داره، نه اینکه آقا بعد حتما روزی 12 لیوان آب بخوری. هر لیوان حدوداً 250 سی سیه، یعنی بالای 3 لیتر. حتما نه، 8 تا 7 تا 6 تا بتونه بدنت تأمین بشه. آب بدنت تأمین بشه تمام غدد لنفاوی شما صحیح و سالمه، دیگه به مشکل بر نمیخوری. اگر خدایی نکرده مشکل سرطان پیدا کنید، دیاسپام نمیداره، میگم متاساس نمیزنه به غدد لنفاوی. چرا؟ چون شارژ شده، آبش تأمین شده، اجازه نمیده که متاستاز بزنه. خب پس یکی از نکات خیلی مهمی که من به شما پیشنهاد میکنم، به مردم عزیزم چه داخل و خارج از کشور، حتما توی غذاتون، شما که عادت کردی نوشابه میخوری که سم داری میخوری، نخورید این نوشابه های پپسی و کوکا و اینا برای مغز، فسفر مغز از بین میبره، مشکلات عدیده‌ای داره. خب به جای نوشابه آب بخور، همین آبی که خدا داده، گلاب بریز، بیدمشک بریز، بهار نارنج بریز، نسترن بریز، نعنا بریز، شربت طبیعی درست کن که بتونه بهره ببری، سود ببرید، نه که از این نوشابه هایی که بخواد برای شما مضر هست. که چند تا کلیپ بود که از دوستان آوردن که همه تونم دیدید که آب رقیق، آب غلیظ و نوشابه رقیق و غلیظ گذاشتن براتون، تست کردن دیدن چه عوارضی داره. خب پس در قسمت غذا
وسط غذا بجوید و وسط غذا هیچ گونه مشکلی نداره. به این حرفایی هم که این آقای میگن آقا برای کبد ضرر داره، اینا هیچی نداره. بنده دوستان ببخشید، من از طرف شرکت مخابرات و ارتباطات از تک تک شما مردم ایران معذرت میخوام. الان هم که ما برای سلامتی مردم داریم میخوایم بحث کنیم صحبت کنیم دائم قطع میشه. مجبورم وی پی ان 5 تا وی پی ان نصب کردم که بیارم بتونم با شما عرایزی داشته باشم، مشکلات عدیده شما رو بررسی کنم. ولی متاسفانه الان که میبینید به چه روز افتادیم هممون. خب بگذاریم. پس من داشتم راجب یبوست. یکی از دوستان حدود قبلا گفتم چند ماه پیش به من زنگ زد، اجبار کرد که آقا من وقت میخوام. گفتم من وقت تا آخر مرداد وقت دادم، وقت ندارم. خیلی اصرار که میخوان یکی از دوستان من قلبشو عمل کنن، تو رو اون خدا به ما وقت بده. گفتم باشه، فردا ساعت 8 صبح بیاین. تشریف آوردن، مقدار زیادی مدارک آورد برای انواع اقسام. نوار قلب گرفته بود بیش از 20 بار، تست ورزش، اکو، همه چی. 5 تا پزشک معروف ازش آزمایش گرفتن، تست کردن، گفتن آقا تو قلب صحیح سالمه. ولی این بنده خدا شبا از قلب درد ناله میکرده که مجبور بودن زنگ میزدن اورژانس بیاد اینو ببره. می آمدن براش مسکن میزدن، آرام میشد. ولی تو روز هوا تا روشن میشده قلبش دیگه مشکل نداشته، فقط شبا که میخوابیده قلب درد داشته. اتفاقا هفته پیشم یکی دیگه برای من اومد که میگو من معده درد شدید و سردرد شدید شبا تو خواب میگیرم، اصلا بلند میشم ناله میکنم، ولی تو روز این مشکل ندارم. اون بنده خدا برای قلبش بهش گفته بودن ما متوجه نمیشیم، ما باید تو رو قلب باز کنیم ببینیم از داخل چه مشکلی داری. من مدارک دیدم، سوال کردم استاد شما در روز در 24 ساعت چند بار دفتری؟ گفت دکتر هر 2 روز 1 بار بزن. گفتم همینه مشکلت، همینه عزیز من، قلبت هیچ مشکلی نداره، گاز معده است، دفع نمیشه، میزنه زده مال این بنده خدا تو قلب، یا آقای دیگه میزنه تو سرش، یه خانم یا آقای دیگه میزنه گردنش. بعد میرن میگن چی؟ آرتروز گردن داری، بعد مهر 3 4 تو عمل کنیم. چنین چیزی نیست عزیز من. هر زمانی به دوستان، به فامیل ها، بالاخص دوستان ما که در غربت هستند، هم نوعای ما که در غربت هستند، بهشون بگید اگر این مشکل را اول تست کنن، اول یبوست چه برطرف کنه. یبوستش برطرف شد، اگر مشکل بیماریش برطرف شد که فباها، اگر نشد بره تست بده، آزمایش های مختلف بده. ولی به شما به جرأت میگم بیش از 98% مردم که گرفتار یبوستن، انواع اقسام مشکلات و بیماری هایی که میگیرن در سر یبوسته. یبوست هم در اثر این غذاهای ناجوری که هست، استرس، فشار عصبی، فشار اقتصادی، و اینها همه جمع میشه و باعث یبوست میشه. شما وقتی دفع میکنی به اندازه یک خودکار شما داری دفع میکنی، در صورتی که نه این نیست. این مدفوع به جدار روده بزرگ و یا رکتوم شما چسبیده، باید به قدر 2 سانت شما دفع داشته باشی. ببین بهترین لابراتوار و تست خود شما هستید. آزمایش کن، تست کن،
ببین مدفوع به جدار رود بزرگ میچسبه، بعد از یه مدتی میاد میگه آقای دکتر توی متون خون دیدم. بله، ها میگی خون دیدم، میگه سرطان رکتوم گرفتی. نه عزیز من، اینها نیست. اون خون مال مدفوع این است که جدار مدفوع تو رکتوم مدفوع خشک شده، وقتی میاد میکنه، وقتی یه تیکره که میکنه میخواد بیاد بیرون، مویرگی که پوشش هست کشیده کنده میشه، پاره میشه، خون میاد. خودتون نبازید، نترسید، سریعا مراجعه نکنید به یه عده که اصلا از خدا بیخبر، تا بری بگه آقا سرطان گرفتی. 2 ساعت پیش یه خانمی از اهواز به من تماس گرفت، گریه که من تو مدفوعم خون دیدم، گفتن سرطانه. چنین چیزی نیست عزیز من. سرطان به این راحتی نیست که اعلام میکن سرطان. نه عزیز من، سرطان نیست، یبوسته. برطرف کن، تمام بیماری ها از بدنت خارج میشه. در امریکا کانادا وقتی دارن تو خیابون میرن، تو مترو هست، تو تاچه جهت، اگر خود بخواد دفع میکنه، هیچ خجالت هم نمیکشه. نباید کشید. ولی متاسفانه تو ایران تا یکی میخواد دفع کنه، از خجالت اینقدر به خودش فشار میاره، نمیتونه، مجبور بره یه زمان ناخدا دعوره هر 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 همه میخندن. بابا اون طبیعت انسانه، این باید یاد دفع شه. شما میخوای تست کنی، آزمایش کنی، ماشین که داری، لوله اگزوز تو یه دستمال بزرگ لور کن، بکن توی اگزوز، برو استارت بزن، ماشین روشن میشه؟ نه. خیلی استارت بزنی موتور میترکه، شاتون پاره میشه. دستمال درار، اولین استارت روشن میشه. اونو از رو بدن انسان درست کردن. خب پس به همه شما دوستان عزیزم، چه داخل و خارج از کشور، توصیه میکنم اولین مشکلتونه با یبوست برطرف کنید. خانمی که اتفاقا امروز هم اومده بود برای من که داروش مجدد ببره، از کمردرد نمیتونست راه بره، یبوستی که برطرف شد، الحمدلله دیگه راحت راه میره. حالا برو امارای کن، مورد 3 4 جابجا شده، در رفته. اینا همه حرف عزیزان. نه، اول کاری که میکنید یبوستتون رو برطرف بکنید، این مشکلات عدیدتون برطرف میشه. خب در قسمت بعدی که به شما چی کرده بودم، راجع به MS رو میگن تو ایران درمان نمیشه و متاسفانه برای این بچه ها جوونا، اکثرم جوونن، 90% جوونه، یعنی زیر 30 سال. اخیراً سنای بالا هم گرفتار MS شدن. سرمنشه ایجاد MS استرس، فشار عصبی است که الان الحمدلله از این نعمت اینها همه ما گرفتار شدیم به عناوین مختلف. خب و غذای ناجور، این 2 چیزه، 1 استرس عصبی، 2 تغذیه ناجور. این 2 باعث MS میشه و میگن تا آخر عمرم درمان نمیشه، ولی نه، درمان میشه. من درمان کردم فراوون و درمانم میکنم، هیچ مشکلی نداره. اولین داروی افرادی که MS دارن بسپارید بهشون، روزی 1 ساعت بعد برقصه. اصولا افرادی که توخور هستن، فشار عصبی، ناراحتی، فشار اطرافیان، فشار اقتصادی، فشار همه چی که هست تو دلش میریزه،
مرد خانه است، دست خالی داره میره خونه، خجالت میکشه، از زن از بچه کفش میخواد، نمیتونه بخره. گرفتاریم دیگه، هممون داریم میبینیم دیگه، اینا دیگه نباید بره هم بازگو کنیم. خب ما اومدیم برای درمانش. عزیزان من، روز 1 ساعت باید برقصی. توی رقصت زمان داره، 5 تا 6 بعد از ظهر، و داخل رقص ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له. سیمتو با خدای خودت وصل کن با گفتن ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له. صلوات نه، صلوات جای خوده، ما با اون کار نداریم. شما درود بر خانواده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرسانی، اون جای خود. اصل خالق شماست، اصل پدر شماست، اصل آفریده شماست. خب سیمتون رو از قلبتون وصل کنید. نماز خواندن، روزه گرفتن جای خود، هر چیز به جای خود نیکوست. اصل اینه. شما پدری بچت مریض میشه، حاضری حتی فرش خونت هم بفروشی خرج درمان بچت بکنی. خب این اشل به این مقیاس ببر بالا. اون پدر ماست، اون خالق ماست، اون نمیخواد بچهش مریض بشه، اون دوست نداره بچهش مریض بشه. مشکل چیه؟ بچه ارتباط با پدر قطع کرده. درسته، خدا فرموده من رگ گردن به تو نزدیکترم. جواب این سوالی که الان کردید از من. پس شما میگی ارتباط قطعه، ولی اون گفته من از رگ گردن به شما نزدیکترم. بله، خیلی هم نزدیکتره، هر آن با شماست، در همه جای زندگیت، در خواب، در بیداری، در مسافرت، در همه جا با شماست. خیلی مهربانتر از اینهاست. هر چی که شما میتونی بد، فحشای خیلی بد به خدا بده، میگی جا نمیدونم. والله باز مجدد من به عنوان یک کوچیک همه شما، از شما به خاطر این قطعی اینترنت و این قطعی وی پی این مشغول که هستیم باز معذرت میخوام. چیکار کنیم دیگه؟ گرفتار شدیم، افتادیم توی زندان خیلی بزرگ. چیکار کنیم؟ باز من از تک تک شماها به خاطر این قطعی معذرت میخوام. حال نمیدونم حال اون قبلی که من براتون رسوندم میتونم سیوش کنم، ذخیرش کنم که بعداً اونایی که نشنیدن مجدد چی کنن، نمیدونم دیگه. حالا ما وظیفه انسانی و وجدانی خودمو من دیگه دارم وقتمو میذارم میگم دیگه، چیکار کنم؟ عیب نداره. خب در مورد کلیه و دیالیز عرض کردم خدمتتون که شما این دو چیز خوب رعایت کنید. قبلا هم گفتم، بازم میگم چون سوال فراوان شده من تکرار میکنم و زیاد من نمیدونم اینایی که سوال میکنن قبلا لایوای من دیدن در اینستاگرام، در آپارات، در تلگرام دیدن یا ندیدن و دائم سوال میکنن و خواهش میکنن. حالا که من جوابم ندم امکان داره ناراحت بشن. نه، ناراحت نشید عزیز من دارم میگم شما میرید 2 کیلو یا 1 کیلو جعفری سبزی میخری، تمیز میشوری، نصف میکنی، نصفشو با آب میگیری، آب میگیرید، اون توفاله آب میگیریش هم میکنی کوکو، بعد نصف دیگهش توی 6 لیتر یا 7 لیتر آب میجوشونید که 1 لیترش صاف میشه، آب میشه، بخار میشه، 5 لیتر یا 6 لیتر میمونه، صاف میکنید. این آب مونده رو با اون آبی که آب میوه گرفتی مخلوط میکنی، تو 2 تا بطری 3 تا بطری میریزی توی، میذاری توی یخچال. 1 لیوان صبح، 1 لیوان عصر، ساعت 5 بعد از ظهر، ساعت 10 صبح و 5 بعد از ظهر میخورین. مشکل کلیه
برطرف میشه، نیاز به دیالیز نداره. خدا نعمت بهت داده، استفاده کن. اگر کیست داری، هندوانه، یه هندونه بنده توپ فوتبال بیدار تو فر با 180 درجه حرارت، تو خونت فر نداری، نداری عزیزم، بیدار توی قابلمه 2 سانت آب زیرش بیرید، در قابلمه رو ببند، این کامل هندوانه پخته بشه. وقتی کامل پخته شد هندونه در تو مخلوط کن، با هسته و پوست مخلوط کن، یه لیوان صبح یه لیوان شب بخور، کیستتو از بین میبر. برای سنگ کلیه، اگر این سنگ اومده توی حال گیر کرده، هیچی مثل تربه سیاه نیست. الان هم داره تمام میشه، بخرید نگه دارید. آب تربه سیاه یه مقداری سوزش داره، مقاومت کنید، فوت میکنه و اون سنگم که از مجرای مثانه یا مجرای پروستات میخواد خارج بشه، خراش میذاره تو رگ. خب امکان داره خون بیاد توی ادرار، مشکل نداره، با همین تربه سیاه برطرف میشه. و کسایی که اینو دارن، مشکل این کلیه و سنگ کلیه رو دارن، این 4 تا گیاه بگیرید، ماهی 1 بار بجوشونید، هر ماه دیگه کلیت سنگ نمیگیره. تخم خیار، تیغ خارخاسک، کاکل ذرت، دنب گیلاس. الان داره یواشاش بهار میشه و گیلاس فراوانه. این دنب گیلاس بیرون نریزید، جمع کنید. ذرت، اینه که بلال میفروشن، اون گلش جمع کنید، کاکلش جمع کنید. اینا داروه، این نعمت خدا به شما داده، از این استفاده بکنید. این برای کلیتون. خب برای گرفتگی ماهیچه های چیزی که زیاد سوال کردن، شبا تو خواب ماهیچه پا میگیره، کمبوده منیژیم و رویه، چیزی دیگه نخوری. با زینک پلاس، زینک تنها نه، وقتی میگیم زینک پلاس چی بهش اضافه شده؟ ویتامین به ها، به 12، به 6، به کمپلکس هم بهش اضافه شده، چون اینا کمبود اینا هست. پس کمبود روی و ویتامین بی ها و منیزیم باعث شبا، باعث درد مایچه ها و بعضی وقتا کمر میشه. اینو استفاده کنید، به طور کلی برطرف میشه. پس اینا رو یادداشت کنید برای خودتون و به دیگران، بالاخص اونایی که توی خارج از کشور که دستشو به جایی نمیرسه بگید. تیروید کمکار، باز هی سوال کردید، بیش از 10 بار من اینو گفتم، اصلا به هیچ عنوان قرص لووتیروکسین نخورید. خانم ها، این اثر در رحمتون داره، اسمشو بزن توی اینترنت، عوارضشو بزن، عوارضش 60 تا عوارض میده. تربچه هیچی مثل تربچه نیست. خود تربچه قرمز روزی 100-150 گرم بریز تو دهنت، مثل آدامس بجه، این آدامس انقدر بجه تا آب شد جذب میشه، تیرویدت از بین میره. این که میگن آقا تیروید تا آخر عمرت بعد قرص لووتیروکسین میخوری، اینا شعره، اینا دکونه، کاسبی عزیز من. البته کاسبی نیست ها، ببخشید، خیلی معذرت میخوام، من از حضور همه تان تک تک معذرت میخوام، دزدیه. تیروید خال میشه، چرا تا آخر عمر بعد تو لووتیروکسین؟ خانم اومده میگه به 20 سال میخورم، نگاه کردم میگم اصلا تو تیروید نداری، تیروید نداره. اینجا که ورم کرد، باد کرد، گاز معده است، چیزی نیست. ما قدیمی ها میگفتن هونا گرفت، اینجا گاز معده است. یوبوست برطرف کن، تیروید خوب میشه. اونجا که باد کرده اینقدر کرده، اون گازه. نری بعد بیاییم نمونه برداری کنیم، عمل کنیم، فلان کنیم، نه بابا، گاز معده برطرف کن، درست میشه. خب یه توصیه دیگه با چندین بار گفتم، ولی باز میبینم تبلیغ میشه و من تأسف میخورم.
و باز تعصب میخورم کسایی که در ایران الان اومدن خودشون میگن ما قطب نمیدونم طب سنتی هستیم و فلان هستیم، به این ملت بیچاره دارن قارچ گانودرما میدن. نکنید این کارو، خیانت نکنید. این قتل سیر سیاه مشکل سازه، نکنید این کارو. سیر سیاه و قارچ گانودرما و قهوه گانودرما مختون نسل میکنه، جوانو از جوانی میاندازه، دختر از دخترگیش میاندازه، مرد بزرگ از مردانگی میاندازه. این است که فراوون شده دائم میگن آقا ببخشید، میگه ما زود انزالیم زود انزالیم. بزرگترین مشکلی که ایجاد کرده برای این مردم، معذرت میخوام از همه تان تک تک، تو من پزشکم باید بگم، وظیفه من گفتنه، آلت تناسلی رو آب میکنه. خیانتی که صهیونیست داره میکنه. 30 سال پیش گفت جوانات از بین میبرم، الان داره عملاً به توسط کی؟ تأسف میخورم، واقعا تأسف میخورم. آقا رفته در ارمنستان دکترا گرفته، دکترای طب سنتی گرفته، میاد به مردم میگه گانودرما بخور. خب معلومه که این خودش فروخته. ببینید من صدام میره بالا، هرس میخورم، ناراحت میشم که این مردم ما آگاهی ندارن. اینا دارن از بی آگاهی اینها سوء استفاده میکنن. پس دوستان، به دوستانت بگو، به فامیلت بگو، به بچه هات، به جوانات بگو، میری میشینی تو کافه نگو قهوه گانودرما بری من بیار. خب سیر سیاه اصلا، و اون درست اون سیری که من به شما گفتم بخورید، اون سیر اصل سیر سیاه نتیجه عکس میده به شما. حالا یه دوران دکونشونه کاسبیشونه دیگه چیکار کنم، ما نمیتونیم. پس این توصیه پزشکی من هست. 65 سال من تحقیق و پژوهش فقط راجع به طب گیاهی دارم، نه طب سنتی، طب گیاهی. شما همه تان دانش میدین، اصلا من عامیانه صحبت میکنم که همه هم بدونن. آیا سوال میکنم از تک تک شما، آیا این گیاهایی که الان موجوده برابر همون گیاه 100 سال پیشه؟ آیا 100 سال پیش این گیاهای الان بود؟ نه. اصلا وضعیت جغرافیایی به طور کلی عوض شده. اون وقت 100 سال پیش هوا آلوده بود که بارون که میاد هوای آلوده رو بیاره بریزه تو زمین، روی گیاه ها، روی درخت ها؟ نه، الان همه آلوده است. انواع اصلا نیترات و آزوت بارون به خودش میاره سر چی. بعد من وقتی میرم کوه علف بچینم میبینم اصلا این علف با اون علف از زمین تا آسمون فرق میکنه. خب اون وقت ما اون گیاه ها رو میاریم چون قبلا شنیدیم 1000 سال پیش گفتن آقا شما برو استقدوسه بیار با نمس و ملتیب و گابزبان و نمیدونم چی مخلوط کن این کار انجام بده. نمیشه عزیز من. و متاسفانه بدبختی، متاسفانه عطاری های ما رو هم شناختش ندارن. خود من رفتم عطاری، گفتم آقا به من 200 گرم بسفایش بده، ریشه بسفایش داده، میبینم شیرین بیانه، از یه شهر شمال بابا تماس گرفته من بسفایش دارم، گفتم به من بفرست، دیدم نه شیرین بیانه داره من میده. خب نمیدونن، تقصیر نداره، آگاهی نداره، ریشش شکل همه، ریشش شکل همه ولی فرق میکنه، مغزش فرق میکنه، جنسش فرق میکنه. بسفایش برای چیز دیگه استفاده میشه، شیرین بیان برای چیز دیگه استفاده میشه. ما تمام اینو باید فرموله کنیم.
فرمول بدونیم. بارها گفتم، از تک تکتون سوال میکنم، فرمول آبی که الان داری حضرت علی مینوشی چی هست؟ H2O، 2 تا هیدروژن، 1 اکسیژن. اکسیژن به تنهایی چیکار میکنه؟ جوشکاری. هیدروژن به تنهایی چیکار میکنه؟ کار تبرید، برای فریزر، برای یخچال استفاده میکنه. من از طرف مخابرات از شما تک تک شما معذرت میخوام، ببخشید معذرت میخوام، قطع شد. خب چیکار کنم؟ دست من نبودش که من به بزرگواری خودتون ببخشید، چیکار کنم؟ بله عزیز من، داشتم من از دستم در آمد این مسئله که داشتم میگفتم راجع به چی بود، قارچیکان و درما که گفتم، اینا رو هم گفتم. خب حالا برسیم راجع به این مشکل قلب که هست. خب ببینید، این اولا یه چی عرض کنم خدمتتون، در این بروشور یک من در اینستاگرام و تلگرام هست روغن معجزه‌گر. این روغن خواص فراوانی داره، حدود نزدیک در این بروشورم که من گذاشتم، این بروشورم در اینستاگرام گذاشتم، اگر مطالعه کنید میبینید 16 هیئت علمی و انجمنهای تغذیه و غذای دنیا این روغن اصل کانولا رو به شما خب توصیه کردن، پیشنهاد کردن. این اصل کانولا اینه. مواظب باش قربان عزیز دل من، مواظب باش کلزا بهت ندن. الان تقلب شده و دارن روغن کلزا رو به جای کانولا میدن. کلزا با کانولا فرق میکنه، 2 تا گیاهه. این 2 تا گیاه جز خانواده بروسیکا چلیپایان هستن. شما از یک پدر مادر هستین، 2 تا برادر یا یه برادر یه خواهر. آیا 2 تا با هم عقیده هستین، هم فکر هستین، هم جور هستین؟ نه، نیستین. خب این کلزا و کانولا هم این 2 تا فرزند بروسیکا از چلیپایان هستن. این روغن خوراکی میده، کلزا روغن صنعتی. استاندارد بین المللی گفته در داخل روغن ها یک ماده مضره هست به نام اسید اروسیک. اگر در داخل روغن 2% باشه ایز اوکی، بله میتونی استفاده کنی. اگر بالای 2% باشه نمیتونی استفاده کنی، خوراکی نیست. وقتی شما این روغنش میگیری، دانه توفالش بهش میگن کنجاله. کنجاله رو استاندارد بین المللی گفته اگر یک ماده مضره هست به اسم کلوکوزیونولایت، همون مثل خردله، خردل که میزنی نوک زبانت میسوزه، همون خردله. استاندارد گفته اگر تا 30 میلی مول در 1 لیتر باشه مشکلی نداره. در کانولا 9 میلی موله، ولی در کلزا 152 میلی موله. اگر یک زمانی مزارع گل زرد دیدی، خواستی تشخیص بدی ببینی این کلزاست یا کانولاست، شکلش مثل همه. خب کانولا از زمین 30 سان میاد بالا، بعد شاخک میزنه، ولی کلزا از کف زمین شاخک میزنه. اینا رو برای اطلاعاتتون میگم که بدونید فرق کانولا و کلزا چیه، که متاسفانه الان انواع اقسام رقص. من شکایتم زیاد به این دادگاه های کردم، خود شما هم خبر داری این دادگاه های ما وضعیتش چیه. چون من کانولا رو ثبت بین المللی کردم، 30 نوع ثبت کردم، پسوند و پیشوند پسند کردم، ولی متاسفانه دارن استفاده میکنن. نوشته کانولا با کنجد، نمیشه به هیچ عنوان. در اینجا در این بروشور این جدول من برای شما گذاشتم، جدول مقایسه. ببینید الان بهترین روغن زیتونه. در جدول نگاه کنی امگا 3 در زیتون 1%، ولی در کانولا 11% امگا 3 داره. امگا 6
در زیتون 9% که برای چشم خوبه، ولی در کنولا چقدر 21%. این بروشورها رو من که در اینستاگرام گذاشتم مطالعه کنید. تمام اطلاعات کامل براتون در این اینستاگرام و تلگرام گذاشتم. تمام اطلاعات نحوه کاش و داشت و برداشت گذاشتم. تمام خواصش براتون گذاشتم که این روغن برای چه امراضی خوبه. در اینجا نوشتم 10 نوع امراض رو برطرف میکنه. امراض قلبی عروقی بالاخص. اونهایی که مشکل قلب دارید، انسداد قلب دارید، رفتید اکو گرفتید، نوار قلب گرفتید، گفتن تا یه هفته دیگه اگر نیای عمل کنی فنر بیزاری بالون، نکنید این کارو. از همین روغن 4 ماه میخورید، تضمین میکنم. خام، نحوش بهتون گفتم. استفاده کنی 4 تا رگات کامل باز میشه. نیاز به عمل جراحی نداری. نیاز به این هزینه هنگفتی که الان بهت میگن نداری. اینا من پدرم در آمده 65 سال راجع به اینا تحقیق و پژوهش کردم. عزیز من، به خودتان برسید. صورت، پوست صورت لطیف میکنه. من موقعی که هر هفته 1 بار من ریش میزنم، بیشترم نمیزنم. وقتی بعد از که ریش میزنم با روغن کنولا صورت میمانم. این پوست صورت من نگاه کن. برای یبوست بمال با انگشت وسط نافت، دور ناف، اطراف ناف، معدت دردش میفته، یبوست راحت میشه. مشکلات پوستی داری، یادم افتاد کرمی درست کردم اخیراً برای لوپوس. اخیراً به خاطر این تغذیه و مشکل کبد و استرس و عصبی 2 چیز زیاد برای مردم زیاد شده: لوپوس و پسوریازیس، که متاسفانه پزشکا به مردم میگن این پسوریازیس دیگه خوب نمیشه، تا آخر اون بعد این دارو رو بخورید. نه عزیز من درمان میکنم پسوریازیس رو. و اخیراً هم ماسک درست کردم برای لوپوس. لکهای صورت، خانم ها نرو پماد نه من ماسک 1 میلیونی بخر، اثر شیمیایی بخواه اون پوست از بین میبره. مثل این جوونا که میرن زیبا اندامی، خب 2 سال میرن از این مواد ایمنی تغذیه میخورن برای زیبا اندامی. 6 ماه زیبا اندامی نکنه فرو میره. اما اون چیا که گرفتی اینا از بین بدتر مریض میشه. نکنید. لک صورت، ککومک، لوپوس، ماسکش درست کرده. خیلی راحت 10 جلسه میزنی تمام میشه. منو دعا میکنی. پسوریازیس، حالا شاید این خانم اینجا گوش بده، اینشون بچهش، پسرش، پاهاش پسوریازیس گرفته بود. به قول خودش میگفت 10 تا پزشک رفتم، چقدر دارو دادن، یه ذره تخفیف میشه مجدد چی میشه. آمد پیش من دادم، گفتم تو به یه پاش میزنی، او یه پاش اون مواد شیمیایی که به دادم میزنی، این یه پا دیگرشو این دارو که من دادم. بعد از 1 هفته آمد فقط دعا. مقاله هم نوشته که انشالله برای همتون توی اینستاگرام و تلگرام اینا براتون میذارم. 1 هفته پایی که داروی پسوریازیس من استفاده کرد، به قول خودش میگه به طور کلی پسوریازیس بین رفت. هنوز اون پایی که داره باد لوپوس چیز داره، پسوریازیس داره، که گفتم اونم بزن، اونم زد، الحمدلله برطرف شد. دعاگوی من شد. شما رو انشالله امیدوارم که این مشکلات عدیده شما برطرف شه که دیگه این مشکلات نداشته باشید. راجب وزوز گوش خواستن و ریوی. وزوز گوش اخیراً
اونایی که قبلا داشتن مربوط به این یبوست هست و اینایی که اخیراً گرفتن مربوط به عوارض این واکسنای کروناست. میدونید که این عوارض واکسن کرونا تعداد خیلی زیادی از این مردم شریف ما رو گرفت، از ما گرفت. اکثرا سکته کردن، اکثرا ناقص شدن و الان مشکلات عدیده ای عوارض پیش آورده. من اون اوایل که کرونا اومد گفتم نزنید، الان باز میگم نزنید. 65,000 نفر تو 3 روز خوب کردن بدون عمل جراحی، بدون عمل جراحی کروناشون خوب کرد. دارویی که درست کرد برای افرادی که شیمیایی‌ان، واقعا جیگرم کباب شد. من بردن پیش یک شیمیایی، دستش قطع، یه چشمش قطع تو خونه، واقعا جیگرم کباب شد. گریه میکرد که منم اونجا گریم گرفت که میگو بنیاد شهید قطع کردن. من بالاجبار، حالا الحمدلله رب العالمین، من سینه‌ش رو مرتب کردم، خوب شد. این دارویی که برای شیمیایی درست کردم که الان اکثر افراد شیمیایی و کرونا و ریه رو من بازگردوندم. ریه‌ای که نصف ریه هیدرونیفروز شده از بین رفته بود، با همین دارویی که ابداع کردم خوب شد. الحمدلله رب العالمین، شکر. این نعمتی که خداوند به من داده و به شما منتقل میکنم. اینا زکات علم باید به شماها بدم. من باید برم تو 2 متر با خودم هیچی نخواهم بود. دارم به شما میگم. گویین که یه عده از پزشکان دوست ندارن من این حرفا رو بزنم، دائم به من پن لطیفه میگن. عیب نداره، ما برای رضای خدا کار میکنیم، کاری نداری. خوشحال میشم خانومی که 20 سال تو اتریش از افتاده تو رخت خواب، بعد از 20 سال بلند میشه راه میره، کلیپ زرجوبه من استفاده میکنه، زنگ زده آقای دکتر من اهل نماز نیستم، ولی شبا یک بلند میشم برای تو دعا میکنم. گفتم من همونو میخوام، دعای شما رو میخوام و دعای شماها بود که من نجات داد. حالا هر مشکلی دارید، هر صحبتی دارید، اینا رو لطفاً بزنید، من جواب میدم، ولی دیر شد مشکل نگیرید. میگن دیر وجود داره ولی سوخت سوز نداره. جوابتون میدم ولی یه مقدار دیرتر، چون نمیرسم. جواب 85,000 نفر باید بدم. چی کار کنم؟ شما به جای من از من خورده نگیرید، ناراحت نشید. در همین جا از تک تک شما دست همه تونو میبوسم. اگر دیر شد جوابت ندادم ناراحت نشو، به من تن لطیفه نزن، به خدا نمیرسم. ببخشید باز مجدد قطع شد، باز مجدد از همه شما معذرت میخوام، از بابت مخابرات معذرت میخوام. حالا این مخابرات، حالا شرکت ارتباطات چی از هر پدرسوخته هست، من دیگه نمیدونم، دیگه اعصابم خورد کردن با این کارهایی که بریم ملت درست کردن و مشکلات عدیده که بریم ملت روز به روز درست میکنن. خدا انشالله شر شیاطین از سر ماها دور کنه انشالله. این آخرین دعای من بود. خب دیگه مصدقاتون نشم، نمیدونم ببینم آیا سیو میشه یا نمیشه. در هر صورت من روی